صبح بخیر. صبح بخیر. خانم غفاری تو اتاق منتظرم. باشه چشم. سلام آقای بزرگوار. خوب هستین؟ سلام. Die beiden Banken sollen weiterhin als eigenständige Marken mit unterschiedlichen Filialnetzen auftreten. Vor knapp einem Jahr wurde aus der zusammengebrochenen Schweizer Fluggesellschaft eine neue Gesellschaft hat ziemliche Probleme und 670 Millionen Euro Verlust zwischen im ersten Jahr ihres Betriebs. Grund dafür waren vor allem Wertschätzungen beim Flugzeugpark. Die Airline hat auf die Verluste darauf reagiert, 20 Flugzeuge wurden stillgelegt und rund 1000 Mitarbeiter entlassen. Und es war bei von der Wirtschaft weitergeht in meiner Kollegin Silvia Aksteiner und den Tagesschau. In den östlichen Mittelgebirgen und in Oberbayern fällt hier und da etwas Schnee, der teils in Regen übergeht. Zwischendurch lockert es auf. Überwiegend sonnig ist es im Norden und Westen. امروز چطوری های راوندی؟ خوبم. خودت چطوری؟ خوبی؟ متشکرم. ساعت چنده؟ 7 و 17 دقیقه 18 دقیقه 18 دقیقه. خب چقدر از خدمت نامزدت مونده؟ 6 ماه 6 ماه میتونه مدت کمی باشه، میتونه مدت زیادی باشه. نسبیه دیگه. به هر حال ما 6 ماه دیگه شیرینی میخوریم دیگه. نه آی راوندی اینقدر مسئله جلو روم هست. چه مسئله‌ای؟ داستانش طولانیه. خب چرا تا حالا بهم نگفتی؟ من که نباید از نزدیکی به شما سوء استفاده کنم. همیشه خدا همینطور بود. همیشه کوزه‌گرا از کوزه شکسته آب خورد. پدرم دبیر ریاضی بود ولی من هر سال سر درس ریاضی تجدید می‌شدم. عجیب نیست؟ پس یه روزتون مال من. همین امروز چطوره؟ امروز نه آی راوندی آمادگیشو ندارم. هنوز خیلی چیز هست که تکلیفشون برای خودم هم معلوم نیست. پس تعیین روزش با خودت باشه دیگه. باشه. صبحتون بخیر آقای راوندی. صبح بخیر باشه احمد. خوبی؟ قربان شما خوبین آقا. بوی بهار نارنج میاد. از چاییه؟ بله آقا، فامیلام از شمال آورده بودن، من آوردم خدمتتون که میل کنید. خیلی ممنون. دست درد باشه احمد میخوام امروز با چش بسته بهم نامه بدی. چه فرقی میکنه خانم؟ اینا که دختر خاله و پسر خاله من نیستن که. بفرمایید. اینم دختر خاله پسر خاله تو. سلام آقای راوندی. سلام آقای اسفندیاری. خوب هستی؟ ممنون مرسی. آقای راوندی این نامه رو شما مطالعه کردی؟ کدوم نامه؟ نامه مهدی هاشمی. کدوم مهدی هاشمی؟ همون هنبشهه؟ بله جدی میگی؟ بله. نامه فرستاده اینجا؟ نفرستاد، داد به من آوردم اینجا. آشناییم باهاش؟ یه جوری. خانم غفاری اون کشوی بالایی رو باز کنین، نامه همون روه. بله. میدونی از کی تو اون کشوه؟ آقای راوندی پس لطف میکنید امروز بخونیدش دیگه. حتما میخونیم، شما بفرمایید. خب خانم غفاری نامه رو باز کن ببینیم چی نوشته. چایتون بفرمایید. دست شما. ممنون. بخونم؟ چه خط قشنگی. جناب آقای راوندی، صاحب بیناترین چشم ها، سلام. من مهدی هاشمی، هنرپیشه سینما و تلویزیون هستم. میدانم که هیچ یک از فیلم ها و سریال های مرا ندیدید و شاید حتی نامم را هم نشنیده باشید، اما من از علاقه‌مندان به مطالب جذاب شما هستم. نه تنها من بلکه همسر و فرزندانم نیز هر هفته مشتاقانه در انتظار مجله مورد علاقه خود هستند. اگر به خود اجازه می دهم تا برخلاف عرف نامه خود را به واسطه همکار جوانتان به دست شما برسانم، صرفاً به دلیل شتاب در استفاده از راهنمایی‌های مدبرانه جناب عالی نسبت به رفع یک مشکل به ظاهر پیش پا افتاده و شاید احمقانه و مسخره است که فعلاً تبدیل به یک بحران شده است. بگذارید بیش از این شما را در انتظار نگذارم و درباره مشکلم بگویم. مشکل من سیگار است. بله، سیگار لعنتی، بیهوده ترین پدیده ممکن. آره والا این یکی رو راست گفت.
برای هر چیز و هر کاری شاید بتوان دلیل و معنایی تراشید، اما برای این تجسم عقده بشری نه. من حدود 30 سال سیگار کشیدم. 30 سال خیلی ها. با روزی 2 یا 3 نخ سیگار شروع شد و به روزی 2 بسته هم رسید و عاقبت با توصیه اکید پزشک متخصص کشیدن سیگار را برای همیشه کنار گذاشتم و در طی 3 یا 4 روز به طرزی باور نکردنی جای آن عادت 30 ساله را نفرت از سیگار گرفت. جناب آقای راوندی، مشکل فعلی من در ارتباط مستقیم با ترک سیگار است. مشکل بی اهمیت که متاسفانه همه چیز مرا تحت تاثیر خود قرار داده است. اگر شما بپذیرید که دیدی تازه و فکری نو را فراروی ذهن خسته‌ام قرار دهید و تنگنای زندگیم را از سر راه بردارید، لطف کنید و لحظاتی از اوقات گران خود را در اختیار من بگذارید و به شماره تلفن ذیل نامه زنگ بزنید تا ضمن شنیدن صدای گرم شما بتوانم در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل خود را بازگو کنم. پیش از بذل توجه شما سپاسگزاری میکنم. خالصانه مهدی هاشمی. یه شماره تلفنم پایین نوشته. خب بگیر شماره‌شون رو بگیر. الان چه اشکال داره؟ همه که مثل ما کارمند نیستن که صبح زود برن سر کار. باشه. خودتون میخوایی صحبت کنی؟ بله. خدا کنه بیدار باشن این وقت صبح. الو، سلام علیکم خانم. حال شما خوبه؟ منزل آقای مهدی هاشمی؟ بله، من از مجله خانه و خانواده مزاحمتون میشم. بله، خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید آقای هاشمی هستن؟ خواهش میکنم. خونه است. چی میخوایم بهش بگیم؟ خودم نمیدونم، ولی کنجکاوم بدونم که جریان سیگار چیه. اومد بفرمایید. الو، سلام علیکم. راوندی هستم. خیلی متشکرم. خوبم. بله. ببخشید با چند روز تأخیر زنگ میزنم. نوبتون همین الان خوندیم. بله متشکرم. ممنون. پیشنهاد میکنم که یه سر تشریف بیارید اینجا یه چایی با هم بخوریم. مطالبتون هم بفرمایید. آها. بله درک میکنم. خیلی خوب، اشکال نداره. بله از همینجا پشت تلفن بفرمایید. من در خدمتم، وقتم دارم. آقای هاشمی با خودتون چیکار کردین؟ من چطور شده؟ بگم بهت؟ این سرطانه زود نه خدا نکنه سرطان نیست، ولی متاسفانه ریه سمت چپتون رو کاملا از دست دادین. این یعنی از دست رفته؟ 60-70% دستم ریه سمت راستتون از کار افتاده. 70%؟ بله. اگه اینطوری الان نباید بتونم نفس بکشم. این پشت دستگاه من براتون توضیح میدم. اگه به فکر خودتون نیستین، به فکر مردمی که شما رو دوست دارن باشین. تو این هوای آلوده روزی 2 بسته سیگار، خدا بدتون برسه. همین الان سینه‌ام درد گرفت. بریم میپوشیم. محبت کنید آقا هاشمی برگردین. اگه از امروز سیگار کشیدن رو کنار نذارید، 1 سال تا 1 سال و نیم دیگه اون ریتون هم از کار میافته. مطمئن باشید. دیگه نمیکشم. تکون نخوری؟ نفس عمیق. یه بار دیگه. سلفه نکنی. یه بار دیگه. خوبه؟ یه بار دیگه. Ja, schön. Von mir
شما خیلی بازیتون بچه‌ها خیلی لطفا یه امضایی بفرمایید. خیلی بخشید موفق باشید. سلام. مشغولیم. پیشنهادات زیاد جالب بود. بفرمایید. اصحاب سوارای آقای هاشمی. به منم امضا بدید. منم اینم سفری. شما سیگار هم میکشید؟ بله من بله. مرسی. پیشنهاد میکنم مرسی آقای هاشمی. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ. سلام هاشمی. حالتون خوبه؟ سلام علیکم. سلام آقای هاشمی. از این آدامسایی ترک سیگار داری؟ بله. چجوریه؟ یه مقدار نیکوتین داره که میتونه جایگزین سیگار بشه. تأثیری هم داره؟ بد نیست، مقدارش میارزه. اصلا تاثیر نداره. برادر من 6 ماه از این آدامسا مصرف کرد، آخرش هم برگشت سر جای اولش. اینطوری هم نیست خانم، خیلی‌ها بردن جوابم گرفتن. خب شاید رو من تاثیر مثبت داشته باشه. چند میشه؟ قابل نداره. بسته 900 تومان. بفرمایید. شکریه. خدا. خدا. سلام آقای هاشمی. خیلی خوشحالم شما بله فیلم همسر خیلی واقعا قشنگه. شبا با اون نقش بسیار خوبش. خوشحال شدم. خیلی ممنون بیشتر. خدا شما. سلام علیکم. سلام سلام. سلام. دکتر چی گفت؟ سلام بابا. سلام دخترم. خوبی؟ خوبم. نتیجه عکس چی شد؟ هیچی. مگه دکتر نرفتی؟ چرا؟ خب دکتر چی گفت؟ چیز مهمی نگفت. 2 قدم راه نرفته به نفس میافتی، چیز مهمی نیست؟ گفت یه چپم بالکل از کار افتاده. بازم روزی 2 تا پاکت سیگار بکش. ریه راست هم فقط 30% سالمه. خب اینم بنداز تو ظرف آشغال دیگه.
بابا دائما داریم بهتون میگیم لطفاً سیگار لعنتی رو بذارین کنار. یه لیوان بده. اگه به ریای خودتون رحم نمی‌کنین حداقل به ما رحم کنین. بابا به خدا ما هم توی این خونه آدمیم. خوبه که همیشه تو تراس میکشم. بوی گنده دهنت چی؟ راست میگه بابا، وقتی حرف میزنی از 2 متری بوی سیگار از دهنتون میاد. بوی سیگار؟ بگو بوی تعفن. پره بندازش تو سطل آشغال. اینو چیکار کنم؟ بندازش بره دیگه. دیگه حق نداری سیگار بکشی. معلومه که دیگه نمیکشم. همین قدم که تا حالا کشیدم برای 7 پشتم کافی. با اجازه شما. چی؟ یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ 33 سال سیگار بکشی بعد یه دفعه مجبور بشی بذاریش کنار. دکتر چی بهت گفت؟ گفت حق نداری حتی یه پک به سیگار بزنی. کاری که 20 سال پیش باید میکردی. 33 سال پیش. من کاری به قبل از ازدواج ندارم. اون موقع مال خودت بودی. هر کاری میکردی خودت بودی و خودت. همش تقصیر خودم. اگه اون موقع جلوتو میگرفتن الان ریاض اینطوری نبود. مگه اون موقع دهنش بوی سیگار نمیداد که ازش زده بشین؟ میداد بابا. چرا نمیداد؟ ها چرا چیزی بهش نگفتین؟ والا فکر میکردم هنرپیشه از هنرمنده باید سیگار بکشه. تازه خدا رو شکر میکردم که پامنقلی نیست. بس کنین تو رو خدا، کار دیگه ای ندارین؟ مهراز بیا کمک کن. نمیخوای بخوابی؟ دارم فیلم نامه میخونم. چی میجویی؟ نیکوتین. واقعا؟ آدامس نیکوتین دار. طعمش چطوره؟ مزخرف. دلم برای یه پک سیگار لک زده، فقط یه پک. اگه چند روز بتونی جلوی خودتو بگیری عادت میکنه. فعلا دعا کن بلند نشم برم تو خیابونا دنبال سیگار 2-3 روز پیشکش. کی میاد؟ 12 زودتر نمیاد. چی کارش داری؟ کارش ندارم، خواستم بدونم. با چی اومدی؟ فرباد من رسوند. من
شبیه جرنگ جرینگ را انداختی؟ چی داری سرخ میکنی؟ خل شدی؟ خل نشدم، ذلیل شدم. نمیتونی امشب بدون سیگار سر کنی؟ یکم از خود اراده نشون بده. یه دونه از اون آدامساتو بخور. به درد نمیخورم. چطور به درد نمیخوره؟ مثل که به یه آدم تشنه بگی به آب دهن تشنگی تو رفت کن. اونا قرار نیست جای سیگار بگیره ولی ترک سیگاره. تو نمیخوای بخوابی؟ خوابت میپره. که تو بری تو مایتاب سیگار سرخ کنی. حالا برو به سیخ بکش و کبابش کن. منم تا سوپر برس. باش. زود باش من کار دارم. یه دقیقه وایسا. بیا اینو بذار تو جیبت، هر موقع حوس سیگار کردی یه دونه بنداز گوشه دست. من معطل کردی برای این؟ از اون آدامسا که بهتره. یه دونه بنداز تو دهنت. باشه. میگم یه دونه بنداز تو دهنت. باشه، هر وقت حوس سیگار کردم یه دونه میندازم دهنم. تو هر موقع صبح از خونه میای بیرون یه سیگار گوشه لبته، حالا میگه هر وقت حوس کردم. تو انتظار داری من امروز تو انجمن بازیگران به جای سیگار کشیدن هی آب نبات بندازم تو دهنم بلش مروش کنم؟ مطمئن باش از فرد سیگار کشیدن بهتره. بدش من. چیو؟ آب نباتو. میخوای چیکار؟ بدش دقیقه. آخه میخوای چیکار؟ بابا میگم بدش من. بذار باشه بعدا میخورم. بده به من. دیرم شده بابا. بیا بنداز تو دهنت. نمیخوام بابا جان. بگیر میگم. بابا جان نمیخوام. میگم بگیر. مجبوری؟ خیلی خوب من رفتم. بیا. خداحافظ. خداحافظ. سلام آقا هاشمی، حال شما خوب هستی؟ خوش آمدید آقا هاشمی. یه نخ سیگار میخوام. چشم بفرمایید. از همون بده. بفرمایید. نه یه نخ. باشه خدمتتون، پاکتش باشه من خدمتتون. دارم سیگار ترک میکنم یه نخ. چشم. بفرمایید. خب خوب هستین آقا هاشمی. بفرمایید. دست شما درد نکنه. کبریت از خدمتتون. بفرمایید. بله. باشه آقا هاشمی. خواهش میکنم. قابلی نداره. بفرمایید. خواهش میکنم. به خدا نمیگیرم. بذار این دود راحت تر از گلوم پایین بره. چون در حال ترکیب بهتره دودش راحت پایین نره. بفرمایید. قربان شما. به سلامت. سلام باشید. سلام علیکم. با عرض معذرت از تأخیر. خوب هستین؟ آقای هاشمی هنرمند محبوب و خوش‌قول تشریف آوردن، میتونیم جلسه رو شروع کنیم. خواهش می‌کنم. خوب هستین آقای هاشمی؟ قربون شما خوب هستین آقای فتحی؟ متشکرم. هفته گذشته ما بحث استفاده از بازیگران جوان رو جمع‌بندی کردیم. ببخشید.
آقای هاشمی پنجره رو باز نکنین دودا میره بیرون حیفه. بره آقا. آقای هاشمی دستور می‌فرمودید ما پنجره رو باز می‌کردیم. خواهش می‌کنم قربان. هوا اینجا خیلی خفه است. به خاطر سرصدا پنجره رو بستیم. من فکر می‌کنم سرصدا قابل تحمل‌تر دود سیگار. بله عرض می‌کردم هفته گذشته ما بحث استفاده از بازیگرای جدید رو جمع‌بندی کردیم و من طبق تصمیم سروران گرام این جلسه نامه نوشتم و فرستادم به اتحادیه تهیه کننده. اگر امروز خواهش کردم که تشریف بیارین به خاطر اینه که دیروز من با یکی از تهیه کننده ها تلفنی صحبت کردم. معلوم شد که اتحادیه اونا با پیشنهاد ما مخالفت کرده. میگفت تو جلسه صحبت از این شد که شاید ما برای فیلممون دنبال کسی بگردیم که مشابهش توی بازیگرای ایرانی نیست. خب پس تکلیف چیه؟ ببینید دوستان، نامه‌ای که من نوشتم دقیقاً مثل صورت جلسه اون روز بود. تو نامه به وضوح قید کردم که اگر کسی بخواد از چهره‌های جدید استفاده کنه اونو به کانون بازیگرا معرفی کنه تا ما ضمن توجیه بهش مجوز بازیگری بدیم. یعنی کیفیت فیلم فدای منافع صنفی. حرف من هنوز تموم نشده بود. آقای فتحی من فکر کنم این بحث اساساً از بیخ و بن غلطه. آقا شما تو جلسه قبلی زیر صورت جلسه رو امضا کرده بودی. بله ولی بعدا رفتم فکر کردم مثلا شب تا صبح خوابم نبرد دیدم که اشتباهه. چی آقای هاشمی خواب نما شدی؟ هفته پیش حرف دیگه میزدی، امروز یه چیز دیگه میگی. بالاخره ما کدومشو باید قبول کنیم؟ آقایان تو رو خدا از بس خارج نشید. اجازه بدین. دیشب من کلی فکر کردم. تا نزدیکای صبح با خودم کلنجار رفتم به این نتیجه که اشتباهه. برای چه اشتباهه؟ ببینید تصور کنید کارگردانی مثل آقای ناصر غلامرضایی این میخواد توی در و دهات رستم فیلم بسازه. یه ایلو برداره بیاره اینجا توی حیات خانه سینما از پیر و جوان ردیفشون کنه که مثلا ما ازشون تعهد بگیریم. مثلا بگی که آهای پیرعلی مثلا چغلوندی اگه میخوای فیلم بازی کنی باید حتما ضوابط ما رو رعایت کنی. یا مثلا آقای کیارستمی ایشون دارش خواسته از دستیار فیلمبردارش به عنوان نقش اول فیلمش دوم فیلمش چه میدونم استفاده کنه. شما میفرمایید ایشون این کارو نکنه بیاد سراغ بنده و جنابالی و اجازه بفرمایید آقای هاشمی اجازه بفرمایید. بالا غیرتن آقای فتحی البته با پوزش از آقای یکتا بالا غیرتن اگه آقای یکتا که من شخصا مخلصشم بخواد تو فیلم زمانی برای مسیح اسب‌ها جای اون پسره کوچیکه اون بمونی اسمش چی بود؟ نه مادی دست شما درد نکن آقا. آقای هاشمی ما کی همچین حرفی زدیم؟ من منظوری نداشتم. آقای هاشمی همینی می‌خواستیم؟ خب پاشو برو دنبالش. چه حرفایی میزنه باشه. از تو از من دلخور شدی؟ نه آقای هاشمی من شما رو خیلی دوست داشتم اونم کارهای قشنگتون ولی توقع نداشتم که جلو همکارا راجع به قد بالای من صحبت کرده باشی. به خدا من قصد نداشتم من از خودم خیلی از تو بلندتر نیستم کوچیکیت هم هستم مردرت هم میخوام. سیگار میکشی؟ کبریت داری؟ نه بخونه. بله باید بخونن. کبریت داریم؟ کبریت کبریت اگه نخونه بحثشون آخر عاقبت نداره. کسی که داره فیلم میسازه اگه من نخواد هیچ که نمیتونه بهش دور بگه که الا لیلا باید از این شخص استفاده بکنی یه سال بیکار. خب منم بیکار بودم. خیال کنید چند ساله چند تا کار کردم 4-5 تا کار کردم. واقعا 4-5 تا کار کردی؟ خب معلومه دیگه کارو که دیدین که قدرم چی؟ تو دلت بخواد شب روز نداشتم یعنی هر چه صبح دیدم منو برده بودم. یادم فلفلی بودی نه؟ فلفلی بودم غیرخی بودم هر چی دلش میخواد بستگی به سوژه داشت همه چی بهم میگفتن ولی بیشتر به شما فلفلی میگفتن. یادش باشه. بفرم سیگار
سیگار ترک کردم. ترک کردی؟ شما سیگار رو جمع کردی که؟ از دیشب سیگار رو گذاشتم کنار. چی تا دیشب؟ دکتر گفته. ببینم ناراحتی داری؟ ریه چپم از کار افتاده، ریه راستم هم داره میرسه به آخر خط. تند نفست مونده همونه. منم باید سیگار رو ترک کنم. شبا نمیتاره بخوابم. خیلی اذیت میشم. یعنی مثل شما صبح فکر کنم. بعد اینکه اون سیگار کشیدم یه شبه به صرف افتادم. اگه مال دود باشه به فال نیک میگیرم. معنیش اینه که به سیگار حساس شدم. آقا پسری زیر ماشین 2 حرفه. چیزیش در نیومده؟ نه. دیگه تو این خونه دود بیدود. اگه آخر آمده سیگاری که سر من اومده تو هم نداری سیگار بکشی. من که سیگار نمیکشم. اینا چیه؟ اینا رو دوستم کشید. پیفر بود؟ بله. از دهن چه بگن سیگار میده؟ لابد بود دهن خودتونه. یعنی بوی دهن من میخوره به دهنت برمیگرده میخوره دماغم. فلز مایع 4 حرفه. جیوه. اگه جیوه درست باشه اولش جیمه. اول چی؟ آقا پسری زیر ماشین. چند حرفه؟ 2 حرف اولش هم جیمه. اگه 2 حرفه بنویس جک. همه زیر سیگاری ها رو بریز دور. اگه یه وقت مهمون بیاد بخواد سیگار بکشه چی؟ یکیشو نگه دار بقیه‌شو بریز دور. از کشیدنیا. سیگار. 2 حرفه. قد.